من به ازای هر سابسکرایبتون 10 تا TNT و به ازای هر کامنتتون 5 تا TNT و برای هر لایکتون 2 تا TNT گذاشتم. حالا شما 20 تا سابسکرایب داریم و 50 تا لایک و 4 تا کامنت. این بالا 4 تا کامنته و اون 20 تا میشن 200 تا، اون 50 تا میشن 100 تا، این 4 تا کامنت ها میشن 20 تا. حالا ما میخوایم اینا رو بهتر کنیم و هر هفته این کار رو میکنیم. حالا تو این زمینم هست که شما قرار اون سر اسماتون رو بذارم و لینکش این پایین هست. اسمتون رو بنویسید و آرماراتون رو بگید. اونجا میخوام به خودتون رو بگذارم، اینجا رو میخوام بهتر کنم. حالا اگر قول دید که الان خب لایک کنید، اینا رو به جای اینکه 20 تا برای کامنت ها 20 تا میکنمشون 100 تا. لایک کردی؟ ممنون. خب حالا ما اینا رو میکنیم 100 تا. خیلی خوب، حالا ما اینا رو کردیم. چند تا 400 تا TNT میخوایم بهتر کنیم داخل این مپ. حالا آماده اید؟ آماده بودید بگید. خب بریم. آماده اید؟ بریم بهتر کنیمشون. البته امیدوارم لگ نشم. یکی رو میزنیم یا اینجا وای میسیم ببینیم چه اتفاقی میفته. اوه همین حالا لگ شدم یه ذره. بعضی خوردن دارم به خودم میترکم. خب خیلیشون ترکیدن و خیلیشون وایسید. اینا دارن میرن. دوره رو بیشتر دارن میترکنن. نگاه کنید. درخت رو خراب کرد. ای بابا جای دیگه رو بیشتر خراب کرد. نگاه کنید اینجا یه درخت، اینجا اونور، اینجا رو ترکوند. اون جزیره اینجا رو هم ترکونده. اینجا که نگاه کنید اینطور شد. حالا شما لایک و سابو بزنید، کامنت هم بگذارید که ویدیو بعدیش یک هفته دیگه میاد. حالا اونجا میتونیم همین چی کنیم، بیشتر TNT بذاریم. دیدید؟ حالا قرار دورور این مپ رو با خاک یکسان کنیم. شما این 200 نگاه کنید اونجا با خاک یکسان شد. البته